دفتر امارت اسلامی افغانستان بفرمایید. بله ملا صاحب، من از امریکا زنگ زدیم. مگم خواهرم در افغانستان زندگی میکنه. شما او بیچاره را در شهر نو دستگیر کردین به جرم آیسکریم خوردن. سعی همشیره خواری تو در سر چوک استاده بود او زبانی خود 1 متر کشیده بود آیسکریم لس میزد. او چیزی که مردای نامحرم بود کلش کتار استاده زبانش سیل میکرد. او یکی از ملا صاحبه نزدیکش رفت او به بسیار خوبی برش گفت همشیره امی آیسکریم کتی کاشوک بخو. مگم خواری تو زبان بازی کت کتی ملا صاحب او ملا صاحب در تاکسی انداختیش بردش پیش امر بی‌معروف. پلان برای 1-2 روز بندی است باز علاج میتیم. پس برای خدا دمق گپ شما یک دختر بیچاره را بندی میکنین. زکم شیره میگه خپل ژبه هم کلا ده هم بلا او زبانش بلای جانش شده. خواری تو 1 دفعه خود زبان خود کشید آیسکریم لذت او دیگه دفعه کتی ملا صاحب زبان بازی کرد یعنی کتی زبان خود در 1 روز 2 دفعه جرم کرده. فکر میکنی مگه از خوردی زبانش که چی میکدی؟ امروز کتی زبان خود به جنجال نمیفتید. ملا صاحب یعنی دیگه شما هیچ کدام کار ندارین غیر از اینمی که سر زنای بیچاره هر چیز قطع کنین. پارک رفتن هم که سرشان قطع کردین. حالا آیسکریم هم پشت شور داشتین. سعی کنم شیره ما که پارکم ممنوع قرار دادیم. بعضی مردا لب درخت چیشتگی رگ میزنن. بعضی زنانه اونجا بیره او هزاربندای کشال از وا ببینه خود داخل گناه میشه. از او خاطر ما پارک رفتن منع قرار دادیم. ملا صاحب اولا خو من کدام کس را ببینم که رگ میزنه زود کدام میدم که کمکش کنم. خدا نو بیچاره چی بدبختی و بیروزگاری را از دست شما دیده کجا میره رگ میزنه. همشیره تو چی میگی؟ عقلت سر جایش است؟ تو یک مرد نامحرم ببینی رگ میزنه تو میری کمکش کنی؟ با خودت تو کابل میبودی حال سنگسارت میکردیم سر ملا صاحب. یعنی انسانیت شما اینقدر مرده که شما خودتون خو یک آدم ببینین که رگ میزنه کمک نمیکنین. باز اگر کس دیگه هم میخواه کوره کمک کنه مبورم نمیمانین. چند وقت پیش نمیدید در امریکا در لب سرک یک پدری میخواست رگ بزنه. من موتر میلا کردم دویدم کمکش کردم. این نام من در اخبار نوشته کرده بودن تعریفای نکرده بودن. مگم در افغانستان به خاطر اونم کمک کردن میکشین مردمه. فکر میکنیم تو غلط فکر کردی. مطلب ما رگ دست نبود همشیره. در زبان کوچگی مردار رگ زدن یعنی شش میکنه. ما که پشتو زبان هستیم می گپای کابلی یاد گرفتیم. تو چی رقم پارسی وان هستی که نمیفهمی؟